بسم الله الرحمن الرحیم. امروزنگی صحبت ما درباره توبه. الله قرآن کریم انده 87 آیت انده توبه کنتان. الله توبه کرده های دوست می دارد. الله با نزد انسان ها صاحب توبه یان گفته اومدگی، یعنی قطار بسیار اومدگی فرمایش هانده. مثال نماز بسیار اومدگی، زکات بسیار اومدگی، قطار آوای هانده، توبه هم بسیار اومدگی. اصلش معنی توبه از رحمت خدا امید کرده، فقط برای رضای پروردگار از خطا ما گشته و همون خطا و دیگه و نرفتن عهد کرده، همون لفظ مانده بر دوام استادن هم توبه گفته میشد. الله هم توبه نصیب کند. توبه گناه های کبیره میشد، گناه های صغیره که همه استگذارم گناه های میده سیفته میشد. مثال یک غیبت به گوشه غلط ایموند، چشمتون یک نامحرم به غلط ایموند، یا که یک گپ های بیهوده که مشغول شه ایمونید. انا همون گپ های بیهوده، خطا های میده و الله بدوای کردگی نیکه ها و حرمتش الله های میپشته است. استغفرالله گفته مونم، سبحان الله گفته مونم، یا که یک اگان کار خیر کرده مونم مگری همون بعد همون گناه های میده کردگی ثواب کارو ما همون گناه های میده و کفارت میشده است. گناه های کلام باشه دیگری از هوای دیوان رفتن به عهد کردن میشد. اصلا گفتن که شما پروردگار با توبه کنتون، من الله از گناه نگه داشتم و وعده کرده شدم، منم باشد هر روز 100 بار توبه میکنم، 100 بار استغفرالله میگم. گفته پیغمبر خدا انسان فقط گناه کنن نیو الله بگشتگی پروردگار به نزد میشدگی انسان به زبانش به توبه، سخن توبه، لفظ توبه، معنی توبه جو شده نشه. پیغمبر خدا این حدیث انده مرحمت کسیان. ابو بکر واسطه میگن که همه جانده خاموشی، یعنی شاشفی نکده رفتن رسول خدا و الله فرمودگی، فقط 3 جانده شتابیدنش، همون 3 چیز با شاشمش کردن، 3 چیز با بروقتر رفتن انده ثواب های. یکمش وقت نماز شب دگری درم خوندگتن الله فرمودگی. دویمش میت، تو یک انسان میت شود، یک انسان اولا مرادگری میت در دفن کردن شتابیدن این ثواب های. و سیومش یک خطا شود بعد خطا در استغفار گفتن انده ثواب هایت. دیگه کارهانده همش انده خاطر جمعی مصلحت و با امخیل با ملاحظه کردن به اسلام فرمایت هر سی همون انده شتابیدن انده ثواب است. یک کار خطا کرده موندگی انسان با کاتون خطا این گردید بودگلی میگشتگیم همه کساسو موام خدا انصاف میدهگست گفتگی سخنهای گفتنش خش خطا سامشده است. برای همین اول الله خطا نکردن با مبادا خطا کند از خفای همون خطاش توبه کردن با الله نصیب کند. حدیث قدسی میاد که رسول گفتن که رسول الله حضرت جبرئیل ما گفتن که خیر العباد خطاؤون و خیر الخطاؤون توابون. یعنی الله در بنده هاشنده خطا کننده انسان های دوست می‌دارد، لیکن خطا انسان کننده خطا میکردگی های توبه میکردگی دوست می‌دارد.
انسان من خطا نمیکنم گفته نمیتوند و همون خطا کرده بد خطا همون کار خطاش همون گناهش فهمیده الله به گشتگی انسان هوای انسان در نزد الله محبوب شمونده میگید است نمیکنم میگید کم میمونید نمیگو میگید گفته میمونید همون خطا نرفتن به حرکت میکنید و شی میموند کو همون چیده موندگی وقتا در استغفار گویی مگری الله همون استغفار رحمتش کتی همون خطا مویا شاید که بخشد یعنی انسان هیچ وقت ناامید نشدنش نکرد که ناامید فقط شیطان بود تعظیم نکرد آدم با و باید تعظیم نکردنش اکنون خدا من دیگر نبخشد من گفت خدا نکردم گفت ناامید شد انسان تا گردنش و تا حلقومش به جان آمده نشه امید توبنده انشاءالله زندگی کردن میگیرم سبحان ربك رب العزة عما